خوش اومدید دوستان عزیز، بازم به یه ویدیوی جدید. شما را آوردم امروز به بلومبرگ بان، دقیقا وسط باتلبرون و باتولز قرار گرفته. تقریبا 1 ساعت از مونیخ تا اینجا راه هستش با ماشین. دسترسی اینجا با قطار، با ماشین، با اتوبوس، با همه وسایل نقلیه میشه بتونه آدم بیاد اینجا. دقیقا اینجا یه منظره خیلی باحال و با صفایی داره. تابستون خیلی شلوغ میشه. همینطور که میبینید اینجا پارک پلاتس هم هستش. کسانی که با ماشین میان با تیکتی خیلی ارزان میتونه آدم اینجا ماشینشو پارک کنه. بعد و از اینجا که با تلکابین میتونه آدم بره بالا رو کوههای آلپ. برگشتنی هم با چیز میتونه آدم بیان با رودلبان. یعنی یک تجربه خیلی خاصی میشه. کسانی که یک روزی رو دوست داشته باشن از شهر بزنن بیرون و بیان به کوها و به مناظری زیبا. همچنان دیگه ما قرار این تجربه رو با شما به میان بذاریم و بریم که امروز چه اتفاقی برای ما میفته. Let's go. خب اینجا ما تو صفم، من تو صفم اینجا. ببینم که تیکت نفر چنده. Servus. Zweimal Erwachsene und ein kleines Kind, was würde kosten? Was wollt ihr machen? Wollt ihr zur Mittelstation hoch und gleich rodeln oder wollt ihr ganz rauf und runter mit dem Lift? Ja, ein bisschen in der Mitte halt. Ja. Okay, also nur bis zur Mittelstation rauf und dann mit der Klassik runter. Genau, ja. Kind ist wie alt? 1,5. 2 Erwachsene wären wir bei 20 Euro. Kann ich ja mit der Karte zahlen. خب دوستان، من تیکتا رو گرفتم. یعنی برای 2 نفر میشه 20 یورو. ما دقیقا تا وسط رو گرفتیم، ولی میتونه آدم تا کلا بالاترین نقطه کوه هم بره، چون وقت ما کم هم هستش و اینا. بخاطر همین من تا وسط رو گرفتم. نفری 10 یورو برای کن. از 2 سال به بالا فکر کنم، 2 سال به پایین فکر کنم پرداخت نمی کنی، ولی برای 2 تا اواکسینه، 2 تا بزرگسال میشه 20 یورو. به اینا میگن رودلبان که با این میشم بالا بری، هم میتونی هم پایین بیای. ولی یه چیز بهتون میگم بچه ها، به خاطر بچه کوچیک داشته باشی از 3 سال به بالا مثلا میتونی با اینا بری، و الا اجازه نداری، چون زیر 3 سال باشه اجازه نداری بره بالا. میتونی با تلکابین بری بالا و با تلکابین هم دوباره متاسفانه برگردی. اینطوریه. کار اسکن میکنیم میگه. آره دیگه، بریم بالا با تلکابین. اوه Freilich. Bitte schön. Dankeschön. Wenn hier irgendwas ist, muss hier überall drankommen. Ja, ja, klar, ich weiß schon. منظره رو ببین، منظره رو. Schönes Leben, Deutschland.
خب بچه ما وسط رسیدیم، وسط مترو استاسیون. تا بالا نرفتیم چون گفتم دیگه وقتمون کمه و اینا. ما ترجیح دادیم که دقیقا تا وسط این مترو استاسیون بیایم دیگه. خب کسایی که زیر 3 سال داره میتونه با اینا بره پایین. Dann vorne Gas und hier. Hinter bremsen. Okay. War ganz hinter. واقعا به 10 یورو ارزش داره. خوبه. اوه الینا. خیلی خوب بود. بچه اینجا میتونید موقع قبل از رسیدن عکستون رو دوربین میگیره، میتونید اینجا ببینید عکستون. اینجا میتونید چاپ کنید با خودتون ببرید. برو جهتو. Schau mal, wow. الینا. اینا اینطوری عکس‌ها قشنگ چاپ میکنه. خب بعد این که ما رفتیم رو کوها و برگشتیم اومدیم به باتولز. اینجا یه دریاچه خیلی قشنگ داره. مردم هم که میبینید همچنان اینجا لبی دریا نشستن و با بچه هاشون میرن داخل آب و خلاصه بعضیا پیکنیک انجام میدن. همینطور که میبینید یه فضای خیلی آروم و قشنگ سرسبز برای پیکنیک خیلی عالیه. خب هوا